بینندای عزیز، انسان باید با بازپرسی های درونی و وجدانی خود مورد محاسبه قرار بده، ورنه در تحت نابسامانی های چرخ فلک پایمال شده و از بین خواد رفت. وجودی که نمیتونه این حساسیت نشان بده گویا که در صدد از دست دادن خود است. وجدانی که نتانه در مقابل خطاها و اشتباهات حساسیت نشان بده به معنی این است که آن وجدان مرده. زنده بودن و مفید بودن ارتباط مستقیم با مقاوم بودن در مقابل خطاها داره. بینندای عزیز، دنیای اسرار که لوحه های فکر برانگیز زندگی حقیقی را روی صفحه تلویزیون انعکاس میده، این بار حکایت عبرت انگیز وجدان پاکی را که تانسته در مقابل خطاها از خود مقاومت نشان بده بر روی صفحه تلویزیون به شما تقدیم میکنه. تصویر علی، اگه نهاد بکس خالی را ببینه، بالای ما بسیار قار خورد شد. گناه ما چیست؟ ما از کجا بفهمیم که در بکس چی است؟ خوب، بهتر است که را به نهاد بفهمانیم. اوف، از زندگی خسته شدیم جمیل. خسته شدیم. بیادر، من این کار کده نمیتونم. چطور کده نمیتونی؟ این صدا دیگه از کجا برآمد؟ باز اون جنگ میکنن؟ باز به جنگ شروع کردن. هر دقیقه جنگ میکنن. این نهاد است. از دستم نمیآید. یک بار نه، دو بار نه. جواب بده. یعنی چی که نمیتونی؟ نمیفهم امروز تو چی کنم؟ لالا، از دستم نمیآید. امروز یک مش جان در مقابل ما گپ میزنی؟ دلم نمیشه دوزی کنم. دستم نمیرسه به دوزی. حتما میرسه. اگر نه دستا خود شکستاندم. بعد از او گدایی خود کردی. بخیر برو گفتم. با مسائل کنین. بار دیگه اگه تانگویی کردین باز وا به جانتان. این هم برای شما عبرت باشه. شما چی آوردین؟ ای چی است ها؟ مرا مسخره میکنین؟ از داخلش تو خبر باشیم لالا. تو خود گفته بودی که داخلش رو سعی نکنیم. اگر میفهمیدیم که خالی است نمی آوردیمش. یک کار آسانه نتونستین یاد بگیرین. میرین یک بکس خالی و بی پیسه رو دوزی میکنین. شما رو مفت نمیشرانم. کسی که بر ما پیسه نمیاره حالش از یان بتر خواهد شد. امروز تا شام آدم وار کار کنین و کوشش کنین که چیزی بیارین. گپای ما شنیدین؟ این گفته های ما را هر کس در عقل خود داشته باشه. جزای کسی که کار نمیکنه لط کوب است. تنبلا. علی، خوب هستی؟ بیرحم، کم مونده بود که بکشش. خوب رفیقا، بجای خوابش ببریمش. سلیمان، امروز تو نوکری والستی؟ بله. تا وقت شام متوجه ولی باشی. درست است. همه چیز ما در اختیار اوست. هر چی که دلش خواست امور میکنه. در مقابل همه زحمتای ما صرف یک پارچه نان قاق همراه 2 دانه رومی بوسیده بر ما میده. اگه یک مقدار پیسه زیادتر به دست ما میامد فورا دستش فرار میکردیم. از این رزالت نجات پیدا میکردیم. امراه یک پیسه دار برابر شویم. بفرمایین خانم. جسایکو میشه که یک بار شما حساب کنین. این زحمتای ما تا اینجا خواد بود. اوه، پیسه رو میبینی؟ اونا کلید آزادی ماستن. او پیسه را یک بار به دست بریم باز نهاد فراموش میکنیم. حالا چی کنیم؟ اول باید آرام باشیم. پلیس هم هستن. خداحافظ، بازم منتظرتان هستیم. از جان دیر هستی؟ میخوایی که بموری؟ الهکو گفتم برای خدا الهکو الهکو کمک کنین. چی میشه؟ کمکم کنین. چی شده خواهد؟ یارو دستیدن. کمک کنین. همشیره چی شده؟ خوب هستین؟ دستگاه رو دستی کردن. بخیزن آهسته.
گیر ما خود کردن بدو. اینجا از هم جدا شویم. درست است. دمو جای اول خود دیدیم. گم شدن. خدا میفهمه که کی را در بدر ساخته. تو کی هستی؟ اینجا چی میکنی؟ ما اینجا زندگی میکنم. تو اینجا چی میکنی؟ نزدیک نشو که میزنمت. نترس، از انسانی پیر مثل ما با تو چی ضرر خواد رسید؟ کدام نیت بد ندارم. یعنی چیزی را که دوزی کردی پیسی همیزن بود؟ خوب دیدی که کی بود؟ بخیالم که بچهش مریض است. کی میفهمه؟ شاید امو پیسه برای تداوی بچهش بوده باشه. بازی کردنت با زندگی و مریض، رنج کشیدن او زن، از اینا هیچ ناراحت نمیشی؟ تنها اونو نیستن که رنج ببرن. کاملا درست است، اما به سوال ما جواب ندادی. طبعا که ناراحت میشم، اما کوشش میکنم که درباره‌اش فکر نکنم. دیگه چاره ندارم. از فکر کردن اندیشه نکو. به این عکس خوب نگاه کو. رنج کشیدن و نکشیدن اونا به تو ارتباط داره. خوب فکر کو. اینا کو بچه از جانم دیر هستی. نمیتونم فکر کنم. سالا پیش همراهت چی شده که انسان ها را حال رنج مادرم پیش چشمایم از درد و رنج فوت کرد. کی فکر او را کرده؟ کی؟ پس شو. حالا پس شو ازجا. پس شو میگم. پس شو دیگه. درست است، صحیح است، درست است. کجا شدی بچه؟ مبادا که گیر شده باشه. ای پیسا برای تو بسیار ضرور است؟ بله ضرور است. دستای پیسا از تو زندگی نجات خود پیدا کردم. دیگه مجبور نخواد شدم که جیب کس را بزنم. کجا شدی تو؟ مرا بسیار به تشویش ساختی. جای برپود کردن پیسا پیدا کردم.
در جای خوب پوتش کردی نه؟ باز دست خود نلیسیم. تو تشویش نکو. خو الا زود شو. بسیار ناوقت شد. نهاد با سرزنش ما خواد کرد. بسیار خنک است. از دست لرزش شیشته نمیتونم. یک ذره نزدیک شو. در کمپل خود خوب بپیچان. خوردن نمیتونم. دلم بد میشه. اگه نخوری چطور قوت میگیری؟ باز با پای استاده شده نمیتونی. چرا نمیخوری؟ چرا نمیخوری؟ اگه نخوری ات یک سیلی بزنمت. دینا وقت شو کجا بودین؟ نکه گیریتان کرد. نه لالا، یک زن تعقیب کردیم. آفرین. از این بعد همیشه همه تو باشین. شما مستحق جایزه هستین. ببینین چطور از جزا دادن. از این بعد کسی که پیسه نمیاره برش نه نان است و نه هم چای و نه خاو. ولی چطور هستی؟ ما مادرم میخوایم علی. نمیخوایم اینجا بمونم. گریه نکو ولی، گریه نکو. انشاءالله یک روز دیگه خاط رفتیم. بگیره. وقتی که خوب شدی باز از بازار چیز بخور. چی میکنی اینجا؟ چرا غمگین هستی؟ خوش باش نه؟ نجات پیدا میکنیم از اینجا. بچه از فرار کردن ما نباید خبر شوند. جمیل، بسیار دلتنگ هستم. چرا؟ ایره بیبی، امو زنه که پیسش دوزی کردیم. بخیالم که بچهش مریض است. کی میفهمه؟ شاید هم از خاطر مریضی بچهش انگشتری های خود فروخته باشه. به تو چی که او زن مریض است؟ اول حال خود ما را بیبی. درست است مگم. وقتی به فکر و بچه مفتم دلم نمیشه که با پیسه دست بزنم. علی مادر خود تا به یاد بیار. آیا کسی بود که درباره شما فکر کنه؟ و تو هم در کوچه و بازار تنها موندی. سالاست کسی درباره تو فکر نمیکنه. بیا اینا را از عقل دور کو. یکم پیسه را که جمع کردیم با پشت ما سعی نکرده از اینجا میریم. مادر! 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 مستم علی! مستم مادر! مادر مستم بچه. مادر لطفا نرو. مادر لطفا نرو. مادر مرا نشناختی؟ من لیستم. مادر کجا میری؟ مادر من بچه دستم. مادر لطفا نرو.
جان چی میشه نرو هلا بخزن مسکینا میگم بخزن گفتم بخزن هنوز خواب هستن زود شوین هلا کار داریم کار جمع جور کنین خدا عجله کنین هلا تو اینجا چی میکنی؟ چیزه که بکسم اندازم گفتم که اگه اینجا باشه خب درست است حالا دا کار شروع کنین حداقل یک ذره کار خوب کنین ای چی به فکر رفتی؟ جان بگی کمه با ای خوالودگی کار میشه؟ چی بفهمم؟ هیچ دلم نمیشه جمیل مثل که کار درست نمیکنه ما میگم کار خوبی نیست اما مجبور هستیم و مخصوصا در این روزا یک دو بار کار کنیم که نهاد خبر نشه چی شد؟ او زنکر است ایکو معلوم میشه که ماش تقاودی خدا گرفته کسیش پیسه میمانه اما او بسیار پیره است هنوز خوب مرسه ایکو الوکو بکسه الوشکو الوکو چی میکنی؟ الوکو این کار نکو ولی از خدا بکس مرا بتین ای دیگه یعنی چی؟ نمیفهمم در داخل او بکس رزق نواسایم است برای خدا چی میشه؟ خاله خوب هستی؟ بخیز خاله جان ما حالا چی تو خود کردم نواسایم چی بخورن با اونا چی خواد گفتم او خدایا 5 قران ماش تقاودی بام نماندن ما با پلیس اطلاع میتم به انصافا آیا از خدا هیچ ترس ندارن؟ کمک کنین الوکو خدایا خب به هر حال خاله حالا چی خواد کردم پینجا لیرام نبرامد ایلا که چاره نهاد میشه چی شده؟ جمیل ما تصمیم گرفتیم که پیسی او زنه برش پس بتام چی گفتی تو؟ کدام زنه؟ امو زنه که تلاش فروخته بود میرون پیسی شو برش میتام چتیات نگو او پیسه را یک قرانشام داده نمیتونی دو پیسه حق مام است نه جمیل او پیسه نه حق تو است و نه حق ما او پیسه از او زن است مصرف تداوی او بچه بود و شاید هم از خاطر ما میمره و شاید هم او زن مانند مادر ما از دست رنج و غم خواد مرد ما تحمل یه مره ندارم جمیل این همه را تحمل کرده نمیتونم تحمل نکنی؟ چطور میتونی از جنجال برایی؟ میخوایم از جنجال برایم جمیل میخوایم پاک و پاکیزه برایم آلوده با کثافات گناهان نه و پیسه را دوباره برش میتونم اوشکو کی کار نکنی داره نابود خواد کرده الو مره استارت شو گفتم فرار نکو علی اگه کار کنی بسیار بد خود شد علی خدا تو را در غضبش گرفتار نکنه جان ترسی الوکو گفتم خدایا چطور کنم نمیخوایم مثل کسای باشم که سالا پیش مرا رنج داده بودن و هم نمیخوایم که در دنیا باشم خدایا تو به من کمک کن
مثل که وجدان اطلاعات نمیکنه. وجدان در بدن انسان به مثابه چاقوی فرو رفته در وجودش است که هر قدر کوشش کنه او را به جای کنه به همون اندازه به جانت میخله. معلوم است که با احساس هستی بچه، چاقوی تو درست در قلبت ثابت کرده. مبادا که قلبت به مثابه غلاف چاقو تلقی کرده و محفوظ داشته باشی، ورنه جراحت خواد برداشت. و حاله آیا به وجدانت گوش میکنی یا که قلبت داغدار میسازی؟ به این موضوع تو تصمیم بگی. کی است؟ گفتم کی است؟ خاله مستم. صبر کو خاله، ای بار نامدیم که برای ضرر برسانم. مرا ببخش خاله، ای از شماست. نمیخواستم که قسم شوه، مگم ایره بگیرین. از کده خود معذرت میخوایم. انشالله که طفلتان جور میشه. بگیرین. یک دقیقه صبر کو. یک دقیقه صبر کو. کجا میری؟ خدایا به تو شکر میکنم. بله، خوش آمدی. خوش باشی. یعنی کدوز کوچک ما با انصاف شده اه؟ چطور؟ خدا با نافامی نزن. هزاران لیره رو دوباره به صاحبش دادی. خبر دارم. نه لالا، نه ما تو نکدیم. مرا لوده فکر کردی؟ آیا ما اینقدر نافام هستم؟ نه لالا، از هر کسی که شنیدی دروغ است، اشتباه است. جمیل، آمدم لالا. آیا دروغ گفتی؟ اشتباه کردی؟ همش درست است لالا. پیسر از تو پنهان کرده بود. جمیل، لالا ای تو چی کردی؟ لالا ای تو چی کردی؟ تو مرا فریب میدی ها؟ علی، علی، لالا ای خو مرده. چند نفر دیگر امرایت بگی ببرش بیرو، در کثافات پرتش. شاید سگا جسدش بخوره. علی، ای همو بچه است. جنجال در بین دوزا؟ واقعی که دیشه با وقوع پیوست جسد زخمی نوجوان به نام علی در یکی از کثافتدانی های شهر به دست آمد. حادثه که با انداختن جسد نیمجان یک نوجوان در یکی از کثافات شهر پایان یافت نشان دهنده آن است که درگیری در بین افراد دوستان با وقوع پیوسته است. نوجوان زخمی شده در یکی از شفاخانه‌های شهر تحت تداوی قرار دارد. بفرمایین. من بچه‌ای را که دیشب اینجا آوردنش میخوام ببینم. دمی شفاخانه انتقالش دادن. اسمش چی است؟ اسمش بخیالم کالیدی است. با چاقو زخمی شده. بله، در اتاق 413 بستر است. تشکر. خواهش میکنم. اما شما با او چه قرابت دارین؟ شما؟ بله من. خوب هستی؟ درد زیاد خونه داری؟ نه خیر،
ما او قدر میشرمم که حتی نمیتونم به طرف رویتان ببینم. نشرم. آیا انسان از راست بودن میشرمه؟ آیا بر دوباره آوردن پیسه را به یال انداختن؟ تا یه وقت به مردم ضرر میرساندم و حال خودم ضرر دیده. از این بابا توبه. هرچی که شد با اونا دوباره یک جای نمیشم. خدا میربان است بچیم. هم میبخشه و هم مکافات میکنه. خب حال چی تصمیم داری؟ هیچ نمیفهمم. بچه شما چطور است؟ نه که هنوز هم مثل همو عکسوار است؟ آیا خوب شد؟ او بچره که در عکس دیدی 5 سال است که در دوره میکشم. بالاخره تصمیم گرفتم که اینجا را ترک کنم و پلان بر ساختن زندگی جدید بود و سبب میشد تا در دوره فراموش کنم. من اون وقتی که امروز در روزنامه خبر تو را خواندم با خود گفتم زندگی نه قرار دور نیست و بعد از او دوان اینجا آمدم و خواستم که از تو نگهداری کنم. خواستم که بفهمم آیا پسر مثل تو که به حرفای وجدان خود گوش داده مرا به صفت مادر خود قبول میکنه. بگو علی، آیا مرا به صفت مادر خود قبول میکنی؟ آیا شما دیگه پتان جدی هستین؟ جدی هستم علی. ما میخوایم که قلب خود تازه نگاه کنم. نمیخوایم پسر مثل تو را در این دنیا تنها بگذارم. بگو آیا قبول میکنی؟ من نمیفهمم که چی بگویم. یعنی من یک گذشته کثیف دارم. تو یک انسان خوب هستی و وجدانت پاک است. اگر دست به من دراز کنی و مرا به جای مادرت قبول کنی مام تو را به جای بچه خود با غوش میگیرم. در این باره چی فکر میکنی؟ بله علی بچیم، جانم، بچیم. از درد و رنج او زن ناراحت نمیشی؟ طبعا که ناراحت میشم، اما کوشش میکنم که درباره‌اش فکر نکنم. دیگه چاره ندارم. از فکر کردن اندیشه نکو. به این عکس خوب نگاه کو. رنج کشیدن و نکشیدن اونا به تو ارتباط داره. خوب فکر کو. وجدان در بدن انسان به مثابه چاقوی است که هر قدر کوشش کنی بیجایش کنی به همو اندازه در جانت میخله. معلوم است که با احساس هستی بچیم. چاقوی تو درست در قلبت ثابت کرده. مبادا که قلبت به مثابه غلاف چاقو تلقی کرده و محفوظش داشته باشی، ورنه جراحت خواد برداشت. و حاله آیا به وجدان خود گوش میکنی یا که قلبت داغدار میسازی؟ به این موضوع تو تصمیم میگی. آرامش اجتماع به این ارتباط داره که ما همدیگر را به آغوش بگیریم. بس اشخاصی هستند که از ارزش‌های اجتماعی فاصله گرفتن و در طول زندگیشان از این ارزش‌ها محروم شدند و در مقابل اجتماع از خود کینه و نفرت نشان دادند. این عده به اطراف خود بی‌رحمانه جرم کردن و نفرت نشان دادند. آیا به جان همدیگر بیفتیم یا که به هم دست دوستی دراز کنیم؟ دوستی با باز کردن یک آغوش گرم شروع میشه. پس منتظر فردا نباشیم.